بریم یه مورد رو با هم دیگه جوشکاری کنیم. از یه لوله یکچار شروع می‌کنیم. سر اینو من گشاد کردم و روشایی که گفتم اون لوله رو میذاریم. همین اول یه نکته، اگر قراره دو تا لوله داخل هم دیگه برن و عمودی باشن، بهتره که اون پایینی رو گشاد کنیم تا اینو گشاد کنیم بندازیم دور اون. پایینی رو گشاد می‌کنیم که سیم جوش قشنگ بریزه داخلش. پس اینو میذاریم. اگر اینو گشاد کردید بیش از حد مجاز گشاد شد و این داشت خیلی لق می‌زد یا بازی می‌کرد، یه مقدار میتونید محل اتصالشون رو فشار بدید که محکم باشن و دیگه تکون نخورن. یه مقدار محکم میکنید که گشادش از بین بره. لوله یکچار خیلی نمیخواد، خیلی نیاز به حرارت بالایی نداره. شعله نرم و کوچیکی هم باشه کفایت میکنه. من این دوتا لوله رو گرم میکنم، بعد با سیم جوش درز اینا رو پر میکنم. این وقتی گرم بشه این سیم جوشه نقطه ذوبش پایین تره، زودتر آب میشه. محل اتصال و هر دوتا لوله رو شروع میکنم به گرم کردن. صبر میکنم که قشنگ سرخ باشه. اگر زودتر از موقعی که سرخ بشه من اینو بیارم آب نمیشه و ممکنه که بچسبه به تنه کار. پس صبر میکنم دوتا لوله همدما بشن، بعد سیم جوشم میارم نزدیک و جوشکاریمو انجام میدم. تمام. بریم سراغ جوش یه لوله دیگه. یه دونه لوله یک دو جوش بدیم. به این سیم جوش ها میگن سیم جوش نقره. البته اسمشون سیم جوش نقره است. مثلا این 2% نقره است، 98% مسه، ولی بهش میگن دیگه سیم جوش نقره. خب بریم برای جوشکاری. سعی میکنیم اونی که گشاده رو پایین بذاریم. سعی میکنیم بیشتر اون لوله پایینی، اونی که لوله رفته داخلش اینجا دو لایه است دیگه، اینجا رو سعی میکنیم بیشتر قرمز کنیم. و زودتر از اینی که لوله قرمز بشه ما سیم جوش رو نزدیک نمی کنیم چون میچسبه به قطعه کار. وقتی احساس کردیم جفتش قرمزه سیم جوش رو میبریم. ببینید میگیریم تا پر بشه و از اطرافم اطرافشو من چک میکنم، میبینم که کامل گرفت. سعی میکنم حرارت دادن این دوتا لوله که قبل و بعد اتصالشون گرم بشه. این قسمتی که داخل لولا دو پوست است این اومده داخل، این قسمت رو باید بیشتر گرم کنیم که هر دوتا لوله گرم بشن. هر وقت احساس کردیم دوتا لوله سرخ شدن و حرارتشون خوبه سیمجاشون رو نزدیک میکنیم. وقتی که گرم نباشن این نمیچسبه، یا اگر بچسبه اینجوری گیر میکنه و اینجوری اذیت میکنه اگر خیلی گرم نباشه. خب حالا من احساس میکنم سرخ شده و سیمجوشم رو نزدیک میکنم. دور تا دورش میچرخم و جوشکاریمون رو انجام میدم. میمونه زیرش. زیرش هم گرم میکنم. زیرش هم سیمجوشم رو اضافه میکنم.
باز احساس میکنم بالاش یه مقدار بیشتر نیاز داره. بریم برای جوشکاری لوله 1/4. این هم یه جوش افقی بدیم. برای لوله 1/4 که کوچیکه میتونید از یک طرف کل سیم جوشتون رو آب کنید. این خودش آب میشه، دور تا دورش رو میگیره و قشنگ پر میکنه. این الان کامله. ولی خب مهم نیست که جوش خوشگل باشه، زیبا باشه. مهم اینه که جلوی نشتی رو بگیره. الان این کامل گرفته، ولی برای محکم کاری، برای اینکه مطمئن بشم کامل کل این درس تا اینجا پر شده، یه بار دیگه روش میرم. چون مهم اینه که نشتی نده، خوشگلی مهم نیست. یعنی خود کارخونه براتون جوش میده درجه 1 خوشگل، ولی میبینید از همون جوش کارخونه هم نشتی میده. یعنی هدف زیبایی نیست، هدف اینه که اینجوری کامل اون درزه پوشش داده. بریم برای جوش سربالا. گاهی اوقات ما مجبور میشیم که لوله بالایی رو گشاد کنیم، یا بالایی اصلا گشاده، پایینی گشاد نیست. این جوش یه مقدار سخت‌تره. در حالت برعکس خب سیم جوش رو میریختیم داخلش. اینجا یه مقدار سخت‌تره، باید این ماده مذاب یا این سیم جوش مس که آب میشه باید بره بالا. اینجا کاری که ما استفاده میکنیم اینه که سعی میکنیم بیشتر لوله بالایی رو گرمش کنیم، یعنی این قسمت رو بیشتر حرارت میدیم. در هر صورت که هر دوتا رو گرم میکنیم، ولی این قسمت رو بیشتر حرارت میدیم که وقت سیم جوش رو میذاریم بکشه ببره بالا. یه مقدار که این سرختر بشه معمولاً این تمایل داره که بره درز رو پر کنه. یعنی بالایی رو بیشتر داغ میکنیم که جوش سربالامون راحت تر بشه. خب من یه مقدار اکسیژن اضافه کنم. من الان شعله‌مو یه مقدار کم در نظر گرفتم، ولی هر چی که حرارت بالاتر باشه، سرعت جوشکاری بیشتر باشه بهتره. چون دوده ایجاد میکنه. حالا بهتون میگم، دیدی دور لوله سیاه میشه، بعد پوسته پوسته میشه میریزه، اونا داخلش هم خب ایجاد میشه. پس اگر من یه مقدار حرارت رو ببرم بالاتر که سرعت جوشکاری بره بالا بهتره. گرمش میکنم. نکتهش اینه که نوک این آبی اینو هیچ وقت نمیچسبونم به لوله، چون لوله رو سوراخ میکنه، و بالایی رو بیشتر گرم میکنم. بیشتر سعی میکنم بالایی رو قرمز کنم تا پایینی رو. تمام. پشتشم به همین صورت. اینجا یه جوش ساده رو با هم دیگه داریم که در خلالش میخوام چند تا نکته دیگر هم بهتون بگم. خب اینو میفرستم بره داخل که میخوام از پودر جوشکاری هم استفاده کنیم. یه سری پودرها هست بهشون میگن فلاکس یا روان کننده. اینا پودرایی هست که حالا بیشتر توی تعمیرات استفاده میشه. اگر میخواید 2 تا لوله رو به هم دیگه جوش بدید و خیلی کثیف هستن، آلودگی دارن، لوله‌ها دست دوم هستن، ممکنه که جوش ما خیلی خوب این 2 تا لوله رو به هم دیگه متصل نکنه، بعداً باعث نشتی بشه. از این پودرها استفاده میکنن که هم آلودگی رو از بین ببره، هم حرارت که بالاتر میره این جوش محکم‌تر خودشو میگیره. نکته‌ای که وجود داره توی جوشکاری، ما هیچ وقت این نوک آبی رنگ، ببینید این قسمت رو به لوله نمیچسبونیم چون سوراخ میشه. حرارت فاصله رو جوری حفظ میکنیم وقتی حس کردیم کامل قرمز شد بیشتر فاصله میدیم که دیگه زیاد آب نشه یا نزدیک میکنیم. الان مثلا من این دست چپم یه مقدار لرزش داره، این سیم جوشه داره میلرزه. خب من سرپیک رو میدم دست چپم، سیم جوشو میدم دست راستم که با تمرکز بیشتری میخوام فقط درز جوشکاری کنم. یعنی مهم نیست، با 2 تا دستتون میتونید جابجا کنید و هر کدوم که راحت دارید. من الان سرپیک و سمت چپ اگر یه خورده لرزش هم داشته باشه مشکل نداره، چون میخوام سیم جوشم دقیق باشه. خب یه مقدار من سیم جوشمو داغ میکنم، میزنم داخل پودرا. یه مقدار الان پودر برداشتم برای جوشکاری. محل اتصال رو بیشتر داغ میکنم، جایی که 2 تا لوله داخل هم رفتن. صبر کنم لوله که کامل قرمز شد، بعد سیم جوشمو میبرم نزدیک.
الان جوش همین مقدار بسشه، فقط میمونه دور لوله که یه مقدار پشتش هم بگیرم تمام. بریم هم یه جوش با تورچ داشته باشیم، ببینیم تورچ با گاز مپ چطوری میشه باهاش جوشکاری کرد. کار خاصی نداره، سختش همون سرپیک بود. اینا دیگه باز میکنی، فندک رو میزنی، بیشترش میکنی، بریم برای جوش. این هم جوشکاری با تورچ. فقط نکتهش اینه که گاهی اوقات لوله بزرگ دیرتر گرم میشه. شما اگر چند ثانیه اینو بکشید عقب سریعا سرد میشه، چون شعله‌اش متمرکز نیست. دوباره زمان بیشتری طول میکشه تا گرم بشه. یه مقدار جوشکاریتون کنتره و توی هوای آزاد بیرون شاید هوا اگر سرد باشه یه مقدار بیشتر طول بکشه که شما جوشکاریتون رو انجام بدید. ببینید الان ما جوشکاریمون تمام شده و دور اینو اگر ببینید یه سری براده‌ها ایجاد شده. این واکنش خود این فلز مس با اکسیژن هست که اکسید مس رو تشکیل داده. داخل لوله هم همین اتفاق میفته. واسه همین میگم جوشکاریمون باید با سرعت انجام بشه که این اتفاق نیفته. این یه لوله دیگه که ما جوشکاری انجام دادیم و برادا روش تشکیل میشه. همین برادا داخل لوله هم تشکیل میشه. ببینید اینا داخل لوله عبور تشکیل شده و میاد بیرون. اگر ما البته داخل سیکل که به این شدت هوا و اکسیژن وجود نداره که به این شدت بالا تشکیل بشه، ولی باز همونجور که میبینید داخلش هم از اینا میریزه. استاندارد اینه که وقتی شما میخوای یه لوله رو داخل مسیر جوشکاری کنید، یه مقدار جریان آزوت یا نیتروژن رو داخل لوله عبور بدید. یعنی اگر اواپراتور لوله ها یه جایی داره جوشکاری میکنید، از یه طرف مسیر با یه شیلنگی فشار یه PSI 2 PSI آزوت داخل لوله عبور بدید، از اون ور بیاد و خارج بشه. منظور اینه که هیچ اکسیژنی داخل این نباشه، داخلش همش نیتروژن یا آزوت عبور کنه که داخل که مثل داغ میشه دیگه اکسیژن نیست، اکسید نمیشه و داخل لوله تمیز باقی میمونه. حالا که ما از آزوت استفاده نمی کنیم یا در دسترسمون نیست، پس بهتره سرعت جوشکاری رو ببریم بالا که اکسید کمتری تشکیل بشه. به جای اینکه 3 دقیقه ما جوشکاری کنیم 3 دور بریزیم، صبر میکنیم خوب سرخ بشه، 1 ثانیه دورش رو سیمجوش آب میکنیم و تمام. سرعت اون رو باید ببریم بالا که این براده کمتری داخل لوله تشکیل بشه.